در مورد حضور امام حسن و امام حسین در جنگ اعراب علیه ایرانی ها 2 نفر از تاریخ نویسای بزرگ اهل سنت این ادعا رو مطرح کردند، اما هیچ کدوم از این 2 نفر سند محکمی ارائه نکردند. نفر اول آقای بلازری هست. آقای بلازری، شما 250 سال بعد از اون جنگ زندگی می‌کردید. چه کسی به شما گفته که حسن و حسین در میان لشکر اعراب حاضر بودند در اون جنگ؟ ایشون نام کسی رو نمیبره، هیچ سندی در این باره ارائه نمیکنه. جالبه که در کتاب خودش اینطور می‌نویسه گفته میشود که حسن و حسین در اون جنگ حاضر بودند. خب اینجوری که نمیشه تاریخ رو نقل کرد. شاید خبر نداشت 1000 و اندی سال بعد یه عده میان جلوی دوربین میستن که ای مردم ایران، شما که اینقدر به علی ابن ابی طالب و فرزندانش ارادت دارید، خبر ندارید که فرزندان علی در جنگ با شما ایرانی ها حاضر بودن و بسیاری از شما ایرانی ها رو کشتن. غافل از این که اصل مطلبی که بلازری نقل کرده اصلا سند نداره. نفر دوم آقای طبریه که این ادعا رو مطرح کرده. طبری یک سندی رو ارائه میکنه که در میان این سند نام افرادی میاد که این افراد رو علمای اهل سنت قبول ندارن. از باب مثال ایشون نام حنش ابن مالک رو ذکر میکنه. علمای اهل سنت میگن این آدم اصلا وجود خارجی نداره. یا نام افرادی رو میاره که اون افراد رو باز هم علمای اهل سنت میگن اینها کذاب و دروغگو ان، نمیشه به اینها اعتماد کرد. بنابراین این ادعا که امام حسن و امام حسین در جنگ با ایرانی ها در میان لشکر اعراب بودن، این ادعا بی اساس هست و هیچ کدوم سند درست حسابی ارائه نکردن.